سلام، اینجا انیکسیومه و من هاریستا هستم. منم ورکا هستم. خوش اومدین به 5مین قسمت از سری گادکست، جایی که درباره خدایان کهن و اساطیر باستان میگیم براتون. توی قسمت قبل براتون از ایدون و براگی گفتیم، یکی دیگه از زوجهای خدایان ایزیر. داستانهای ایدون و سبد سیب تلاش رو گفتیم، سیب‌هایی که جلوی پیر شدن خدایان رو میگرفت و اونا رو جاودانه میکرد، و براگی که خدای شعر و ادب و فصاحت بود. و در نهایت هم یکم براتون از تیر گفتیم که خب طبق قول و قرارمون قرار شد بیشتر درباره جنگاوریاش توی اپیزودی که مخصوص رگناروک صحبت بکنیم. اما این جلسه با یه خدای متفاوت اومدیم سراغتون، خدایی که یه مقداری متفاوت تر از بقیه هست. برعکس تمام کسایی که داستانهای خیلی زیادی دارن، داستانهای کمی داره ولی مؤثر بوده خیلی توی دنیا. هیمدال. خیلی خوب، هیمدال که بود و چه کرد؟ 3 نمره. همه 3 نمره کم نیست. اثرت هم زیاده. هیمدال یا اسم دیگهش ریگ، که از عجیب ترین خدایان، البته نمیشه بیشتر بهش گفت خدا، چون صرفا نقش محافظ پل میان آزگارد و میدگارد که پل اژدها یا بایفراست بوده، پل رنگین کمانی وظیفش بوده و نقش بیشتر از اینی نداشته. حالا یه مقدار کوچولو بیشتر از این جلوتر که بریم بهش میپردازیم، ولی خب در همین حد بوده. چرا عجیب و غریب؟ هیمدال تنها فرزند ایزیریه که از 9 مادر و 9 بار متولد شده. حالا توی یکی از موثق‌ترین منبعایی که حالا ما دنبالش میکنیم گفته شده که فرزند اودینه، ولی داخل منبع دیگه‌ای که حالا یه مقدار کمتر از اولی اصالت داره گفته شده که ممکنه فرزند میمیر هم بوده باشه. حالا این به خاطر وسایلیه که حالا یا میمیر به عنوان اینکه فرزندش بوده بهش داده، یا صرفا چون فرزند اودین بوده بهش هدیه داده شده. میریم سراغ خصوصیتاش. 9 بار به دنیا اومده. خب پس مثلا باید خیلی خاص بوده باشه. کمتر از یک پرنده به خواب احتیاج داره و تو شب و روز دیدش هیچ تغییری نمیکنه و تا 100 فرسنگ رو میبینه. به جز اینا شنوایی و بویایی بسیار تیزی هم داره. میتونه بوی علف‌های در حال رشد یا حتی حرکت کردن پشم گوسفندا با باد رو هم بشنوه. و خب دندون‌های طلایی هم داره و خب یکی از القابش هم همینه، دندون طلا. غیر از اینا تنها خداییه که شاخ قوچ داره. بقیه خدایان هرچی تحقیق میکنیم در مورد ظاهرشون چیزی به عنوان شاخ نداشتن، ولی خب این داشته. شاید یه باباش هم قوچه. شاید. و این برمیگرده احتمالاً به پدر و مادرش، چون پدر و مادر ببخشید عذر میخوام اجدادش، چون اون 9 دختر هر سه تاشون هم 9 قلو بودن و فرزندان آژیر و ران بودن که البته توصیف شده اینا خود دریا و امواجش بودن. یه نکته خیلی جالبی هم که تو تحقیقاتم بهش رسیدم، اسم یکی از این غول دخترها یارنساکسا بوده. حالا چرا این یه ذره جالبه؟ چون یارنساکسا هووی سیف و مادر مگنی پسر تور هست. حالا بیا بگرد پرتقال فروش رو، رابطه فامیلیا زریخت به هم. پدرخوندش محسوب میشده یه جوری انگار. آخه هم پدرخوندشه، هم از اون ور فرزند اودینه، برادرش هم هست. و یه نکته هم همینجا اضافه کنیم که بعدا بهش بردازیم، یکی از دلایل نفرتش از لوکی هم همینه، چون اکثر اوقات لوکی و تور با همدیگه دیده میشن، سفرهاشون با همدیگه بوده. خب اینم برادرش بوده، پسرش هم بوده، خب چرا من نه؟ القابای دیگه هم داشته مثل لینسکیدی که همون میشه قوچ، یا لینگیانتی دندون طلا. به غیر از اینی که حالا مثلا خودش دندونای طلایی داشته، اسبی هم داشته به اسم گلدابست که اون هم به اسم اون هم معنیش میشه کلاهک طلا.
از القابش، چهرهش و وظیفش. خیلی هم خوب. دو تا نکته من میخوام بهشون اشاره بکنم. یکی کلا داخل سریای مارول اگر دیده باشید، دقیقاً تور خب جزو کاراکتری هست که اقتباس شده دیگه. تور و اودین و اینا رو ما داخل سینمایی های مارول داریم. دقیقاً جلوی پل یه نفر وایساده، یه حالت فکر کنم تقریبا سیاه‌پوست هم از کاراکترش اگه اشتباه نکنم، که یه زرهی داره و یه شمشیری داره و این پل رو باز و بسته میکنه. این دقیقاً همون کاراکتر هیمدال که اومده از این داستان ها اقتباس شده. و حتی داخل قسمتی که درباره خدایان اودین و اینا صحبت کرد، ببخشید توی اپیزود اول اگه اشتباه نکنم که درباره ymir صحبت کردیم، یه تصویر براتون گذاشته بودم که دنیاها رو داشت نشون میداد. دقیقاً اون پل رنگی کمانی رو هم اونجا میتونید برید ببینید. یه چیزی که خیلی جالبه، جدا از نه تا مادرش خیلی کسان مختلفی هستن که یه جوری دقیقاً به عنوان پدر بهش اشاره میکنه و من خودم به شخص حدس میزنم که اصلا شاید 9 تا پدر هم داشته. و چرا این رو دارم میگم؟ چون عدد 9 کلا داخل اساطیر نورس یک جایگاه ویژه‌ای داشته و خیلی ما تکرارش رو داریم میبینیم، مثل 9 شبانه روزی که اودین خودش رو از درخت زندگی آویزون میکنه تا بتونه زبان رونها رو یاد بگیره، زبان سرنوشت آموزش ببینه، مثل دقیقا 9 تا مادر هیمدال، مثل 9 تا دنیایی که خلق شده. یعنی جاهای مختلف که واردش میشیم، حالا باز تو قسمت‌های بعدی هر وقت که بهشون رسیدیم من سعی میکنم بهشون اشاره کنم. مداوم تکرار عدد 9 رو داریم میبینیم. یعنی این جزء نکاتی که واسه خود من خیلی جالب بود. و بریم یه مسئله هم شنیدیم ما تو تحقیقاتمون که داره درباره این صحبت میکنه که هیمدال کسی بوده که اصلا اختلاف طبقاتی رو آورده بین انسان ها. این داستانش هم شاید الان جالب باشه به نظرم بگیم. قبلش یه نکته خیلی کوچیک اضافه کنم از کاری که مارول داره انجام میده و تخریب شخصیتی، نمیشه گفت تخریب شخصیتی ولی خب نابود کردن اساطیره، دست بردن داخلشونه. چون یکی دیگه از اسمای هیمدال هویتی بوده که به معنای خدای سفیده. هیمدال سفید پوست بوده و پوست بسیار سفید داشت، دقیقا مثل ایدون. حالا آوردن سیاه پوستش کردن، به جای دندوناش چشماشو طلایی کردن، یه ذره اذیت میشه. اختلاف طبقاتی تو همون ابتدای خلقت، چیزی که من حدس میزنم، خب همون اولش خستش میشه، از اودین اجازه میگیره بره میدگارد بین آدمی زادا تفریح کنه و به اولین جایی که میرسه خونه فقیرانه‌ای بوده که متعلق بوده به آی و رادا. زوجی بودن بدبخت و به مهمانی میگیرنش، دعوتش میکنن داخل و ازش پذیرایی خیلی مختصری میکنن و از اونجایی که غذای سرد جلوش میذارن این بهشون آتیش روشن کردن یاد میده و چند شب اونجا رو سپری میکنه و یه مدت بعدش یک پسر از اون خانواده زاده میشه به اسم ترال، پسری که میگن خیلی زشت بوده ولی خب خیلی سخت کوش هم بوده. بعد از اینکه از این خانواده جدا میشه میره به یه خانواده سطح متوسط سر میزنه که اسمشون اومده آنی و آما. خیلی خوب ازش پذیرایی میکنن، خوب خوشحال میشه و دستگاه بافندگی رو بهشون آموزش میده و چجوری نخریسی کنن. یه مدت بعد اینا هم بازم بچه دار میشن و اسم بچهشون میشه کارل دیومن که ترجمه خود کلمه میشه کسی که رعیت نیست، کسی که برده نیست. و خب این شخصی که به دنیا میاد میشه اجداد کشاورزان و بافندگان. بعد از این خانواده میره سراغ یه خانواده ثروتمند، بسیار خیلی دقیق و تمیز ازش پذیرایی میکنن و هیچی رو هم جا نمیذارن، خیلی خوشنود میشه و دوباره بعد از یه مدت اینجور که ترک میکنه یه فرزند اینا به دنیا میارن. پول چه کارا نمیکنه. آره دقیقاً. و اسم بچه رو میذارن یارل و میشه اجداد پادشاهان. اسم دیگری هم این فرزند داشته به اسم ریگال. حالا خود ریگال به معنای فرزند ریگ میشه. ریگ یکی از القاب هیمدال بوده و
تنها فرزندیه که خب گردن میگیرتش هیمدال و بهش زبان رونیک و جادوی صدر رو آموزش میده. کلا هر جا که پول باشه گردنت میگیرن، حالا تو هر دنیایی که میخواد باشه. و یکم هم درباره گالا اشاره کردی که یه نفرتی هم انگار از لوکی داره، یه کنتاکت انگار با هم دیگه دارن. اینو هم برامون باز کن. نفرتی که از لوکی داره به خاطر اینکه لوکی یه یوتنه و این جزء خب همونجوری که اختلاف طبقاتی رو به وجود آورده، نجات پرستی رو هم خب به وجود آورده. اگه دقت هم کرده باشی تو تاریخ می اومدن بیشتر از نژادهای دیگه وایکینگ ها برده هاشون رو انتخاب میکردن تا از بین خودشون. و خب محافظ پل بایفراست بوده. یکی از مهمترین جاهایی بوده که بین آزگارد و میدگارد وجود داشته و خب خیلی مورد حمله یوتن ها قرار می گرفته. یکی از دلایل نفرت این بوده. دلیل دیگهش این بوده که خب لوکی خدای شیطنت و آزار بوده. دلیل اصلیش حسادت بوده. تو اکثر مسافرت هایی که تور داشته خب لوکی همراهش بوده، برای همین خب پیش میاد. ولی خب جای دیگه ای هم هست که بهش اشاره شده که خب یه ذره آتیشش رو بیشتر میکنه. اونم موقعی که لوکی سر به سر فریا میذاره، گردنبند برینسانگینرش رو میدزده و خب فریا خیلی این گردنبند رو دوست داشته، خیلی براش زحمت کشیده. تو داستان خودش بهش میرسیم چه زحماتی که کشیده براش و فرار میکنه. فریا میاد پیش هیمدال، میگه تو که چشمان تیزی داری رو همه چیز رو میبینی، گوشهایی داری که همه چیز رو میشنوه، گردنبند من چه شد؟ مگر تو محافظ آزگارد نبودی؟ چرا باید داخل آزگارد دزدی اتفاق بیفته؟ و همونجا خب هیمدال میگه من دیدم لوکی دزدید، صدایش رو شنیدم که اون برداشت. میگه خب برو دنبالش واسم برش گردون. و از اونجایی که خب این از لوکی زیاد خوشش نمی اومده، برای اینکه اصلا پوزشو بزنه زمین، میره دنبال لوکی. اول لوکی به شکلی که آتیش در میاد که هیمدال نتونه بهش نزدیک شه، حالا به خاطر اون ماهیت قوچی که داشته و پشماش گز بخوره. ولی خب مثل اینکه هیمدال هم توانایی شیپ شیفت یا تغییر حالت داشته، تبدیل به ابر میشه و شروع میکنه به باریدن رو سر لوکی. لوکی خاموش میشه، دوباره شروع میکنه فرار کردن. این سری به شکل یه خرس در میاد و تا وسطای یوتنهایم فرار میکنه. هیمدال هم به شکل خرس در میاد و شروع میکنه باهاش جنگیدن. لوکی میبینه نمیتونه، زور هیمدال خیلی بیشتر بوده، 9 بار متولد شده، 9 برابر زورش. به شکل فوک در میاد و میره روی یه صخره به اسم سینگاستیان. نمیدونم چرا دلیلش مشخص نشده بود داخل منابع چرا اسمش اومده، ولی خب بود و حالا براتون آوردیم. و هیمدال هم دوباره میرسه بالا سرش، به شکل فوک در میاد. اونم اعتقادی داشته که باید نبرد عادلانه باشه و شکستش میده و گردنبند رو واسه فریا برمیگردونه و دشمنیشون از اینجا 2 برابر میشه. حالا تا آخر با همدیگه مبارزه میکنن در رگناروک. کلا خیلی دل دوست بوده لوکی. او از دزدیدن موهای سیف زن تور، این از گردنبند فریا، همش هم دنبال زنایی راست میگه برو از مردا بدزد. حالا من این صحبتات هنوز ذهنم روی قضیه قبلی بود که داشتیم درباره حالا اختلاف طبقاتی اونا صحبت میکردیم. این هم گفتم بد نیست اشاره کنم، حالا تو نوبه خودش بهش میرسیم، ولی جلو گفتنش بد نیست. توی اساطیر نورس هم ما یه همچین چیزی رو داریم. حالا گفتی این آتیش رو از خدایان اومده گرفته داده به انسان‌ها. توی اساطیر یونان هم ما کسی رو داریم به اسم پرومتئوس، یکی از تایتان هایی هست که خیلی علاقه زیادی به انسان‌ها داشته و میاد آتیش رو از خدایان میدزده و میده به انسان‌ها که باعث خشم زئوس میشه، که حالا انشالله داخل محتوایی که اپیزودی که میخوایم کلا به خدایان یونان برسیم حتما دربارش خیلی کامل و مفصل توضیح میدم. ولی خب اگر علاقه‌مند هستید حالا جلو برید بخونید، یه مجموعه رمان 3 جلدی هست به اسم آتش دزد. رمان قشنگ جالبیه، اونو هم ببینید، بد نیست، درباره داستان همین قضیه است. خیلی هم خوب. نکته دیگه هست اشاره بخوای بهش بکنی؟ نه. خیلی هم خوب.
با انرژیاتون ما رو سرفراز کنید. لایک و شیر و کامنت یادتون نره. ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. روز خوش.